این داستان پناه حامد. فصل اول، زندگی در استانبول. پناه 5 سال از عمرش را در ترکیه گذرانده بود. دختری که همراه خانواده‌اش به استانبول آمده بود و بعد از مدتی در یک کارگاه خیاطی مشغول به کار شد. روزها طولانی و کار سخت بود، اما پناه عاشق پارچه‌ها، دوخت و دوز و خلق لباس‌های زیبا بود. در این سالها استانبول برایش خانه شده بود، اما سرنوشت همیشه برنامه‌های خودش را دارد. فصل دوم، آشنایی با حامد. حامد پسری بود که برای چند ماه به استانبول آمده بود. اولین بار در یک مغازه پارچه فروشی با پناه برخورد کرد. حامد گفت: این پارچه به درد مانتو میخوره؟ پناه در جواب او گفت: بستگی داره چه مدلی بخوای. همین مکالمه ساده آغاز داستانی شد که پناه هرگز تصورش را نمی‌کرد. طولی نکشید که سرنوشت دوباره آنها را مقابل هم قرار داد. دیدارهای تصادفی تبدیل به صحبت‌های طولانی شد و کم کم فهمیدند که چقدر به هم شباهت دارند. قدم زدن‌های شبانه در کوچه‌های قدیمی، قهوه خوردن در کافه‌های دنج و خندیدن به شوخی‌های ساده، همه‌شان تبدیل به خاطراتی شدند که انگار از سالها قبل با هم ساخته بودند. فصل سوم، بهترین روزها و سخت‌ترین تصمیم. ماه آخر حضور پناه در ترکیه تبدیل به زیباترین دوران زندگیش شد. هر روز را با حامد می‌گذراند، اما در عین حال سایه یک حقیقت تلخ روی لحظه‌هایشان سنگینی می‌کرد. او باید می‌رفت. ویزای خانواده‌اش آماده شده بود. باید به اروپا سفر می‌کردند. شب قبل از پرواز کنار بوسفر ایستاده بودند. موجهای آب نورهای شهر را می‌رقصاندند و سکوتی بینشان حاکم بود که هیچ کدام دوست نداشتند بشکنند. پناه گفت: فکر می‌کنی یه روز دوباره میشه همدیگر رو ببینیم؟ حامد در جوابش گفت: اگه واقعا بخوایم هیچ چیزی نمیتونه ما را از هم جدا کنه. و هر دو میدانستند که آسان نخواهد بود. فصل چهارم، دلتنگی و جنگیدن برای آینده. زندگی در اروپا آنطور که پناه تصور میکرد آسان نبود. او با یک فرهنگ جدید، زبان جدید و محیطی ناآشنا روبرو بود. اما سخت‌ترین بخش دلتنگی برای حامد بود. با این حال آنها یاد گرفتند که فاصله را بی‌معنی کنند. هر شب تماس می‌گرفتند، برای هم از روزهایشان می‌گفتند و از آینده‌ای که می‌خواستند کنار هم بسازند حرف می‌زدند. حامد همیشه او را تشویق می‌کرد: تو قوی پناه، از پسش برمیای، مثل همیشه. وقتی پناه تردید داشت که می‌تواند در این کشور جدید کار خیاطی‌اش را ادامه دهد، حامد او را به چالش کشید. طرح‌های جدید برایش فرستاد و حتی مشتری‌هایی از میان دوستانش پیدا کرد. عشقشان با وجود فاصله روز به روز محکم‌تر می‌شد. فصل پنجم، اولین دیدار بعد از جدایی. 2 سال گذشته بود. 2 سالی که با تمام سختی‌هایش عشقشان را قوی‌تر کرده بود و حالا برای اولین بار بعد از جدایی قرار بود همدیگر را ببینند. حامد بلیط گرفت و به اروپا آمد. لحظه‌ای که در فرودگاه همدیگر را دیدند، انگار زمان متوقف شد. پناه با چشمانی اشک‌آلود در آغوش حامد فرو رفت. این همان لحظه‌ای بود که 1000 بار تصور کرده بود، اما حالا واقعی بود. آن چند هفته زیباترین روزهای زندگیشان شد. حامد با خانواده پناه آشنا شد. خودش را به آنها ثابت کرد و نشان داد که چقدر برای آیندهشان برنامه دارد. فصل ششم، مبارزه برای عشق. اما چالش اصلی هنوز باقی مانده بود. بعد از بازگشت حامد، پناه باید خانواده‌اش را راضی می‌کرد که عشقشان واقعی است. در ابتدا خانواده پناه تردید داشتند، اما وقتی می‌دیدند که حامد چقدر از راه دور حامی دخترشان بوده، چقدر برای رسیدن به او تلاش کرده و چقدر مسئولیت پذیر است، کم کم نگاهشان تغییر کرد. آنها به پناه میگفتند: ما فقط میخوایم خوشبخت بشی پناه. و اون در جوابشون میگفت: و من با حامد خوشبخت ترینم. فصل هفتم، سرانجام کنار هم.
حامد برای مهاجرت اقدام کرد و بعد از چند ماه بالاخره تونست به اروپا بیاد. پناه در فرودگاه منتظرش بود. همانطور که روزی در استانبول برای خداحافظی ایستاده بود، اما این بار برای شروعی تازه. آنها بالاخره کنار هم بودند، بدون هیچ مانعی، بدون هیچ فاصله‌ای و این بار برای همیشه.